تسلیت میگم اول و اینکه من یه کوچولو براتون ویدیو میذارم از الان و این تحلیلای دیگه بزرگترین آدمای توی سیاست خاورمیانه‌ن. من و تو سالومه نمیاد تحلیل کنه براتون. دلیلی که اینا رو میذارم اینه که یه سری از دوستان گفتن که چرا ما مثل سوریه نشیم، اسد رو برداشتن چقدر خوب بود. 600,000 نفر واسه یک انقلاب نمردن و اینکه هیچ کدوم از اینایی که میذارم منبعشون اصلا ربطی به جمهوری اسلامی نداره. پس اگر مشکلی با حکومت داری ربطی نداره. برای منم فقط یه چیز مهمه، ایرانی. مهم نیست رنگ چه رنگی، چه زبونی حرف میزنی یا اینکه نژادت چیه، فقط اینکه ایرانی مهمه. و اینکه الان به خاکت حمله شده. یه کسی رو از حکومت توی عراق نزدن ها، الان اومدن توی خاکت، به کشورت و به مردمت تجاوز کردن. متوجهی؟ و الان داره زور میکنه، تو رو زور میکنه که یک قراردادت واقعا ننگینو، یعنی با تهدید که چیزی ازت باقی نمیذارم بمونه، تا یه چیزی ازت باقی مونده امضا کن. نذارید. ما یه چیز داریم، اتحاد، یک پارچگی رو از دست ندید. اگر هر گروهی، هر شبکه خبری، هر فردی، حالا میخواد پهلوی باشه، میخواد BBC باشه، برای من مهم نیست اعتبارش چقدر تو ذهن تو، اگر بین دوتا ایرانی، هر دوتا ایرانی تفرقه ایجاد کرد، گفت اینا بچسبیم به اونا گروه بندیمون کرد، سریع آنفالو کنید. یعنی اصلا نذارین رو مغزتون کار کنن. ببینید یه کشور دیگه که داره میاد حمله میکنه، نگاه نمیکنه تو چپی، راستی، طرفداری، تظاهرات رفتی نرفتی، براش مهم نیست. تو اونی وجود نداره. ما همه یکیم، هممون یکیم، باید یک پارچه باشیم. حالا بعدن اگه خودمون خواستیم تو خودمون همدیگه رو جر میدیم، باشه، اون قبول. ولی کس دیگه ای نمیاد برای ما تعیین کنه، کس دیگه ای هم ما رو زور نمیکنه. این تو قانون بین الملل جرمه، این که با تهدید یه کشوری رو مجبور کنی یه چیزی که نمیخواد رو امضا کنه. حالا برای اینکه بفهمین چرا من این حرفو میزنم، یکم کوچولو کتاب میخونیم، یکم کوچولو ویدیو میبینیم، تحلیل میبینیم، تحلیلای آدمایی که واقعا درسشو خوندن،